اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب الدعوت النبویه و الصولة الحیدریه و العصمة الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعة الحسینیه و العبادة السجادیه و المآثر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوة النقویه و الهیبة العسکریه و الغیبة الالهیه الحجة الهادی المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. در اصل محوری حرکت سید الشهدا علیه السلام در حماسه عاشورا مروری داشتیم به آیات متعدد قرآن کریم. این اصل اساسی همه دورانها در همه اعصار برای همه انبیاء عظام علیهم السلام جاری و ساری بوده. جریان بیعت با امام حق و پرهیز و اجتناب از پذیرفتن حاکمیت طاغوت یک اصل بسیار مهم و اساسیه. اگر خدای متعال این اجازه رو داد که دشمنان اسلام تا این حد پیش بیان و جسور بشن، لابد یک مسئله بسیار مهم و اساسی در بین بوده که هست، اون هم همین امر بحث حاکمیت خدا در روی عالم. ببینید ما یه وقتی داریم بحث مبارزه و جهاد رو نگاه میکنیم، خب برای رسیدن به حاکمیت الهی باید مبارزه کرد. اجتناب اگر بکنید از حکومت طاغوت، بالاخره طاغوت نمی‌نشینه نگاه کنه، با شما درگیر میشه. لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. بحث ما در این دهه حتی بحث مبارزه و جهاد نیست. بحث ما در این دهه اصل خود حاکمیت خداست، به تبع اون حاکمیت پیغمبر اکرم، به تبع او حاکمیت امیرالمؤمنین. اگر میپردازیم به عنصر جهاد یا مبارزه یا حرکت سید الشهدا علیه السلام در خروج، در انقلاب، در قیام، این رو برجسته میکنیم به جهت این که تنها راه رسیدن به این اصل اساسی اینه. البته در جایی که مانعی نداشته باشه. وقتی یه جایی مانعی داره، مثلا مثل صلح حدیبیه مانعی داره، به قول مقام معظم رهبری استثناست، مانعی داره، اونجا خدا میفرماد پیغمبرم نه، من قبول کردم، تحت شجره اینها آمدن با تو بیعت کردن، عهد بستن تا تو رو به مقصد برسونن، اما الان پیش از این دیگه نرید، جلوتر از اینجا دیگه نرید. خب اونجا هم پیغمبر اکرم تسلیمه، هم یاران پیغمبر اکرم تسلیمن، اعتراضی هم کسی نداره. البته خدای متعال دلیل میارن برای این امر. اگر دلیل نمی آوردن هم پیغمبر اکرم و یارانشون تسلیم می بودن. دلیل میارن، بالاخره بحث مناسک حج و مؤمنینی که توسط پیغمبر اکرم و یاران پیغمبر اکرم شناخته شده نیستن و ممکنه در همین نزاع مکه
از بین برن و بعد پیغمبر اکرم و یارانشون خودشون رو ملامت کنن، سرزنش کنن. ببینید بحث ما در باره حماسه عاشورا فقط اون جنبه جهاد نیست که حالا این به ذهن تبادر کنه که خب پس صلح چی میشه. نه، صلح و جهاد فرقی نمیکنه، تفاوتی نداره. ما بحثمون حاکمیت ولی حقه. حالا ولی حق هر چه تشخیص داد، مثل دفاع مقدس، بحث حاکمیت امام حق بود. انقلاب کردیم که امام عادل به کرسی بنشینه. حالا این امام عادل یک روز گفت شاه رو از مملکت بیرون کنید، بیرون کردیم. با صدام جنگیدیم. به هر دلیلی مصلحت اقتضا کرد. البته ما اون رو شیرین نمیدونیم، همونطور که خود از امام شیرین ندانست، فرمود جام زهره، ولی عیبی نداره، من به خاطر اسلام تن میدم، به خاطر حفظ اصل نظام تن میدم. خب پذیرفتن، بچه های جنگ پذیرفتن. بعضیا خوشحال شدن، بعضیا خوشحال نشدن، ولی پذیرفتن. اونایی که خوشحال شدن دنبال یه فرصت میگشتن که دیگه این بار سنگین رو بذارن زمین. اونایی که خوشحال نشدن بنا داشتن با امام پیش برن. راه قدس از کربلا میگذرد، برسن صهیونیست رو هم نابود کنن و بعد بشن همون لشکر امام عصری که حالا وعدش داده شده. میرن، عبور میکنن و میرسن به امام عصر و حکومت ولیعصر ارواحنا فدا رو مستقر میکنن. اگر بیان من بیان ناقصیه در این 2-3 روزه عذرخواهی میکنم. ما میخوایم اصل ماجرای حاکمیت خدا رو روش، چون خون ابا عبدالله الحسین برای جهاد روی زمین نریخته. جهاد یک فریضه است. خون ابا عبدالله الحسین به وسیله جهاد، به وسیله قیام برای حاکمیت خدا روی زمین ریخته، اون هم به دست امام و ولی حق. درست شد چی شد؟ یعنی این اصل اساسی. آقا این حالا چقدر ضرورت داره این بحث؟ گفتیم دیگه ضرورتش چقدره. امروزه روز برای اینکه این مسئله رو سست کنن خیلی مسائل حواشی تولید میکنن. راحت میان میگن خب آقا اقتضاعات زمان، موقعیت های کنونی، اینا دیگه الان 1400 سال پیش نیست. جامعه رشد کرده، عقلانیت اومده، جای تعبد رو گرفته و خیلی چیزای دیگه. خدا میفرماد نه. بله انشالله چشم. قول داده بودید که خطبه حضرت ابوالفضل را هم بخونید. چشم. بحث ما اینجاست. فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادا کبیرا. تو این بخش اول فلا تطع الکافرین، تبعیت نکردن از کفر به تبع امام حق، به تبع ولی حق. شما اگر این اصل رو جا انداختید، چه الان باشید، چه 50 سال پیش باشید، چه 200 سال آینده باشید، تکلیفتو میفهمی، راهتو پیدا میکنی، سردرگم نیستی. از روز اولم خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمود این شعار رو اول بده: لا اله الا الله. الله باید الوهیت کنه، الله باید سرپرستی کنه، مدیریت کنه. الله یعنی از روز اول هم حاکمیت خدا مطرحه. تعالوا الی کلمة سوا بیننا و بینکم، که جز خدا رو نپرستیم.
نه یعنی جز خدا رو عبادت نکنیم. هرچه او گفت تو امورات اجتماعی هم هرچه او گفت، مدیریت جامعه رو هم بسپریم دسته هر که او گفت. این اصل اساسیه که ارزش داره خون امام حسین پاش ریخته بشه. وقتی شما نفس جنگ رو باید حفظ کنید، نفس مبارزه رو باید حفظ کنید. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نمیتونن بجنگن، یعنی قیام نمیتونن بکنن، از این جهت که مأمور نیستن. نه، مأمورن، مال امام الله من قام بالحق، اما از این جهت نمیتونن قیام کنن چون شیعیان پا به کاری ندارن. فرمود خدا به شیعیان من غضب کرد، از این جهت نمیتونن قیام بکنن. ولی برای حفظ جریان مبارزه و جنگ به کسی مثل حسین ابن علی از نوادگان امام حسن مجتبی میفرمان برو بجنگ، سفتم بجنگ، محکمم بجنگ، البته کشته هم میشی. این جهاد باید حفظ بشه، اصل جهاد باید حفظ بشه. حالا اگر امروز یه عده‌ای تو مملکت ما اومدن، امروز که یعنی تو این 2-3 دهه پشت سر هم، اگر اومدن بعضیا گفتن که آقا اصلا اسلام یعنی اسلام رحمانی و اصلا فصل جهاد تاریخ مصرفش گذشته، با جنگ کاری پیش نمیره. این زن معلومت الحال که با بهائی‌ها نشسته بود، به نظر من اصلا حکومت، ببینید حرف کجاست، نگید این آدم هیچ ارزشی نداره، ذره‌ای سر سوسنی ارزشی نداره، اما این افکار رو از کجا گرفته؟ این افکار مال خودش نیست، او انقدر نمیفهمه، قطعا انقدر نمیفهمه. افکار از کجا میاد؟ میگه به نظر من اصلا اسلام نباید تو سیاست و حکومت دخالت کنه. چرا؟ چون تا حالا هر وقت این کارو کرده شکستم خورده، نتیجهش هم شده بدبینی مردم به دین. اصل رو دارن میزنن، اصل حاکمیت دین رو دارن میزنن، جریان تبعیت از باطل رو دارن تئوریزه میکنن با ادبیات‌های مختلف، یا ادبیات سیاسی یا ادبیات، پس فردا ادبیات دینی. وحشتناکه کسانی که دارن در حوزه گوشه و کنار در جلسات پنهان پرورش پیدا میکنن برای آینده، برای 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال آینده در حوزه قم. وحشتناکه آقا، اصلا قائل به هیچی نیستن، دین رو اصلا چیز جدایی میدونن. در دین به همه چی قائلن جز حاکمیت، جز حکومت. اینجا امام حسین علیه السلام اصلا بحث جنگ و صلح نمی کنن. در ابتداء حرکت فرمودن ایها الامیر انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه بنا فتح الله و بنا ختم الله و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمه معلن بالفسق و مثلی لا یبایع مثله. خیلی روشن مطلب، مثلی لا یبایع مثله، من با او بیعت نمی کنم. خب او وادارت میکنه بجنگی، حسین میجنگم. ابا عبدالله الحسین برای جنگ نرفت، اما لازم دید بجنگه، میجنگه. حتی امام حسین برگشت فرمود اگر نمیخواید من برمیگردم. گفتن نه دیگه، ما دیگه میکشیم.
های قراره بکشید، ظاهرا راه دیگه ای جز شمشیر برای من نگذاشتی. حرامزاده قد رکزنی بین اثنتین بین السلة و الذلة و حیات من الذلة. من ذلت میدونم پذیرشو، ولی تو راه دیگری برای من باقی نذاشتی. لعنت خدا به اون قلمی که، به اون زبانی که سال گذشته در محرم برگشت گفت نه امام حسین دنبال راه سوم بود، اونم توافق با یزید. یعنی یه تهمت اساسی این چنینی، رو چه اساس و رو چه اصلی؟ چرا باید امام حسین با یزید به توافق برسه آخه؟ شما رو چه اصلی؟ مثلا در حوزه علمیه پرورش پیدا کردی، اصلشو بگو. بر اساس چه اصلی امام حسین میخواد کنار بیاد با یزید که این اصل رو برای یزید ثابت میکنی؟ ثابت هم که نمیکنی، میبافی. بر اساس چه اصلی؟ ما داریم اصول رو میذاریم کنار هم دیگه که محکم بشه باورمون نسبت به حاکمیت خدا، حاکمیت رسول خدا، حاکمیت امام و حاکمیت جانشین امام، حاکمیت سلطان عدل، سلطان حق، سلطان الله. نسبت به این تردید نداشته باشیم. آقا نداریم، اینجوری نگاه نکن، نداریم، ترسم پس فردا پیدا کنیم. آخه چطور ممکنه؟ چرا محور بحث ابا عبدالله الحسین با دشمنان اسلام همین اصل شد؟ چرا بناس تاریخ تکرار بشه در همین اصل؟ مردم به تردید افتادن. چرا امام حسین به کسانی که مقابلشن میفرمان کفر، کافر؟ منافقینن، مؤمنن، منافقن. حالا منافق این چی؟ یعنی کفر داره دیگه ولی آشکار نمیکنه کفرشو. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم لیزدادوا اسما انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما رو امام حسین روز عاشورا خوند. به همه این منافقین نسبت کفر داد، یعنی کفر اونها رو علنی کرد. اینها منافقن، کفرشون رو علنی کرد. چرا کفر؟ رفقا صدر اسلام راحت تو میتونست بگی آقا این مشرکه، این یهوده میخواد ریشه اسلام بکنه، اون نصارای معانده میخواد ریشه اسلام بکنه. اما حالا بعد از 50 سال خب اینا که اینجوری نیستن. امام حسین ببینید پیغمبر اکرم به دست مشرکین کشته نشد در جنگ ها. حالا تو کلام حضرت ابوالفضل علیه السلام هم اشاره میکنن در مکه. اما ابا عبدالله الحسین که جانشین پیغمبر اکرم هیچ فرقی نمیکنه. امامت او مثل امامت رسول الله دیگه. او امام، پیغمبر اکرم نبی اکرمه. درست شد. اما حضرت امام حسین علیه السلام توسط مؤمنین به شهادت رسید، یعنی ظاهرا مؤمن، ظاهرا شیعه، ولی در باطن کافر، کفر. معلومه این مسئله دم دستی و حل شده ای نیست. این مسئله حل شده نیست. دعوا سر همینه. شما تمام مشکلتون الان همینه. میخوان طرف انتخابات بکنن برای مثلا ریاست جمهوری، مجلس، برای هر چیز دیگه ای. بعد میری شعارهایی که میبینی انتخاب میکنن، میبینی شعارهاشون توحیدی نیست. خب شعارها توحیدی نیست. خب شعار توحیدی نباشه، میره میگرده یه نقیصه رو در مملکت اسلامی پیدا میکنه، بعد میگه من میخوام این کار رو انجام بدم. مردم یه خود نسبت به فضای درگیری با مثلا یهود و استکبار و صهیونیست و این حرفا یه کمی مثلا ممکنه ملول شده باشن، به خاطر مثلا حالا به هر دلیلی فکر میکنن ملول شدن، میان میگن آقا ما دیگه هیچ دعوایی نداریم، ما با هیچ کس دعوا نداریم. میگه چه
میگه خب باشه ما فقط با صهیونیست دعوا داریم که اینم تو دادت بخوابه. یعنی اصلا از نظام توحیدی این شعار سیاسی خارج میشه. مردم هم میگن خب اینم بعد حرف نمیزنه، حالا بذار ببینیم چه کار میکنه. بابا این اصل گذاشت زیر پاش، اصل گذاشت زیر پا. ما فکر میکنیم اگر کسی از نابودی آمریکا حرف بزنه داره یه حرف تند سیاسی میزنه، اصلا داره حرف سیاسی میزنه. با یه حرف اعتقادیه. قرآن رو میبینیم یه حرف دینیه، یه حرف مذهبیه. بابا ما ابا عبدالله الحسین رو به خاطر عدم تبعیت و بیعت با حاکمیت کفر دست دادیم. دیگه میخواستیم چه کار بکنیم؟ خدا دیگه میخواست چه کار بکنه؟ بگه این حرف حاشیه نیست، این متن دین شماست. دیگه خدا میخواست چه کار بکنه؟ وای دست این بنی آدم. دیگه خدا میخواد چه کار بکنه؟ به خدا وقتی از جنگ برگشتیم ما تو شهرها، حالا ما که قم برمیگشتیم زندگیمون قم بود، گاهی اوقات بعضی ها نسبت به جنگ، نسبت به شهدا، نسبت به اینها بی تفاوت، یه دفعه آدم میخواست سکته کنه، میخواست خفه بشه. که بابا تو چجوری ادعای دینداری میکنی بعد وقت نسبت به شهدا که میرسی اونها رو توی حاشیه زندگی دینی خودت نگاه میکنی؟ آخه دینی که تو میگی چیه؟ خب چیه؟ این بچه ها برای چی رفتن کشته شدن؟ ببینم اسلام عزیزتر از حسین ابن علی علیه السلام داره؟ حسین منی انا من حسین. نه اصلا بیا بالا. رسول الله هیچی. جعلت حسینا خازن وحی. یک نفر در عالم هستی کلیددار وحی شخیص خود خدای متعال جل و علا است، اونم حسین ابن علیه. حجتی البالغه معه به اطرته اصیب و اعاقب. محور حسینه. خدا به پیغمبر اکرم میفرماد اصلا محور تو عالم حسینه. به اطرته هی، نه به اطرته که. به اطرته هی اصیب و اعاقب. خب اطرت او اطرت پیغمبرم هست، بله، ولی چرا خدا رو حسین ابن علی تنظیم کرده تمام زوایای عقاب و ثواب رو؟ عالم هستی اصلا داریم غیر از امام حسین در این جایگاه، در این اکرمته به شهاده، حتمت له به سعاده، ارفع الشهداء درجتا. کلمتی التامه عنده، حجتی البالغه معه. حجت بالغه من با حسینه، یعنی من به وسیله حسین ابن علی چی ترجمه کنم حجت بالغه رو؟ هیچ کس تا حسین ابن علی هست هیچ کس نمیتونه خلاف نظر من نظری بده. دلیل و برهان و استدلال من حسینه. این کلام خداست. حجتی البالغه معه، یعنی اون هر کاری انجام بده محکمترین کار من خداست. این دیگه هم چه کنید؟ بعد ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیاد تو این میدان هزینه بشه تو بحث تبع. بعد الان بعد از 1400 سال مقام معظم رهبری نایب امام زمان وارث همین ابا عبدالله الحسین
الان بعد از 1400 سال ایشون نگران جریان تبعیت از طاغوت این مملکت باشه. بفرمایید. اون نگرانن دیگه. آقا این دروغه، نگرانن. ببر بچه‌های حزب اللهی بسیجی که حالا اومدن سپاهی شدن رفتن تو پادگان امام حسین، اونها رو خطاب قرار دادن که هم پادگان امام حسین، هم حزب اللهی ان، هم امام حسین، هم جنگ و جهاد و انقلابیگری. بعد میگه جوونا همتون تو ظرف پادگان امام حسین. تو رو خدا اینا حرف نداره؟ به والله اگر کسی بگه اینا این قصد برای مقام معظم رهبری نیست، معلومه آقا رو خیلی نمیشناسه. آقا تو جایی که میره مطلبی که برای اونجا انتخاب میکنه انقدر فکر میکنه. مثل ما یه موضوعی انتخاب کنیم بریم یه جایی بحثی کنیم بریم، بعد بگن که آقا اقتضا، میگه آها ببخشید. تو پادگان امام حسین خطاب به همه بگه آقایون جوانا برید این جهاد کبیر رو تبیین کنید، برید جریان عدم تبعیت از شیطان رو برای مردم جا بندازید، چون دارن برای مردم جا میندازن. چه اشکالی داره شما تبعیت کنید سیاسی از غرب؟ چه اشکالی داره تبعیت کنید اقتصادی از غرب؟ چه اشکالی داره تبعیت کنید فرهنگی از غرب؟ چه اشکالی داره تبعیت کنید حتی نظامی از غرب؟ چه اشکالی داره تبعیت کنید علمی از غرب؟ این گروه جاسوسی که بلند شد اومد دانشگاه‌های ما رو گشت به عنوان دیپلماسی آموزشی، طرح رهبران آینده سازمان سیاه، اینا که اومدن رفتن یه تیم دانشگاه‌های ما رو گشتن، تو همین دولت اخیر یه دوری زدن، دانشجوها رو برداشتن جذب کردن، آخرش خواست بره مسئول این تیم که خودش از سابقه دارترین پرورش دهندگان جاسوس در CIA، اصلا خودش تخصصاً جاسوس پرورش میده. حالا اسم نحسش یادم نیست، نمیخوام هم یادم بیاد، ولش کن. وقتی داشت فرودگاه سوار میشد برگرده، خب خیلی اوضاع خوب بود، راضی رفت، خب خیلی اوضاع خوب بود. دانشجوهای زیادی پیدا کردیم که ما با همراهن، اساتید زیادی هم پیدا کردیم با ما همراهن، نخبگان بسیاری هم پیدا کردیم که متوجه شدیم بچه‌هاشون الان تو آمریکا دست خودمونن. رئیس جمهورم که با ما هماهنگه. اینو گفت و رفت. یه حرفی زد، گفت اصلا وقتی رئیس جمهور یه مملکتی درها رو باز میکنه میگه شما بیاید این پروژه رو انجام بدید اشکالی نداره، ما حتی دیگه به این نگاه نمی کنیم که اون کشور با ما مشکل داره یا نداره، از این فرصت کمال استفاده رو میکنیم. اینو گفت و رفت. به خدا من نگران بچه من فردا بره دانشگاه نیفته تو دام اینا. چقدر راحت کسی که بدترین طراحی های امنیتی رو کرده، نظامی رو کرده بر علیه ایران برای نابودی جمهوری اسلامی ایران، الان همین آدم داره دیپلماسی آموزشی رو رهبری میکنه، مدیریت میکنه. جریان تبعیت از شیطان یه مسئله برای ما بدیهیه. بدیهیه چیه؟ باید بریم تو جامعه کار کنیم. بدیهی نیست. باید بریم کار کنیم. سخنگوی دولت این بابا بلند شده اومده چی کار است توی آلمان، حالا گفتنم چیه اقتصاد چیه ها وزیر اقتصادشه، گفتم خارجه اشتباه گفتم دیروز، بلند شده مثلا اومده سخنگوی خارجه میگه نه مثلا این تحت فشاره. اخبار من میشنیدم
این تحت فشار صهیونیست است. تحت فشاره چی؟ تو فکر کردی همسایته مثلا الان حالا اومده یه حرفی زده سر کوچه دادی زده یه فوشی داده رفته، یه جوری حرف میزنی انگار که پسر خاله است. یه وقت فکر نکنی این آقای سخنگو، نه، بزرگتر از آقای سخنگو یه خود عقب‌تر، یه ذره عقب‌تر برید. راجع به اوباما هم اینجوری گفتن آقای اوباما تحت فشار لابی‌های صهیونیستی داره اینجوری حرف میزنه. یا هیچی نمیفهمید تو سیاست یا خودتونو به نفهمی زدید دارید خیانت میکنید. تحت چه فشاری؟ اون بیچاره داره اصلا آموزش دیده برای این کار. ببین من نمیدونم ما هنوز رسیدیم به این جایی که مثلا نیرو اعزام کنیم بره تو اروپا برای رهبری فردای اروپا. ای آقا اونا صدامو بر میدارن میبرن انگلستان، آموزش بهش میدن 4 سال 5 سال 6 سال، بعد میارنش تو عراق. هنوز انقلاب اسلامی حرفا هم نیست دا. انگلیسیا یک کشور شیعی با این قوت، با عتبات عالیات، امیرالمومنین امام حسین، امام کاظم، امام هادی، امام عسکریان، صدامو پیدا میکنن، میگردن یه شخصیت این شکلی رو پیدا میکنن، برمیدارن میبرن 6 سال آموزشش میدن، وحشی ترین آدمش میکنن، بعد برمیگردونن لابی میکنن تو عراق او رو میکنن رئیس جمهور، که بعد تمام دغدغه او میشه نابودی نسل شیعه در جهان. از کشور خودش هم شروع میکنه. عراق این همه اکثریت شیعی ها برمیگردن بهش میگن که بابا ما ارتشیامون خیلی دارن کشته میشن، شما میدونید تو جنگ ما نزدیک 5 برابر ما اونا تلفات دادن. ما که تلفات ندادیم ولی اونا 5 برابر تلفات دادن. ما که شهدامون زندن. بل احیاء در ربهم یرزقون. قریب 1 میلیون نفر افسران عراقی گفتن. حالا کاری من به رسانه ها ندارم، رسانه ها ممکنه هر جور دیگه این آمار رو بالا پایین کنن. توی این 1 میلیون نفری که اونها تلفات دادن میگه چه اشکال داره، هیچ مهم نیست، چون اکثر ارتش من شیعن، این بهترین فرصته که شیعیان تو عراق بین برن. به این چوی تربیت شده، نچوی تربیتش کردن، آدم آوردن تربیت کردن فرستادن، 8 سال تونست وایسه مقابل نظام جمهوری اسلامی با عقبه ناتو، با عقبه امریکا، با عقبه شوروی، با عقبه اسرائیل، با عقبه 8 سال. امام حسین علیه السلام فرمود ما اهون الموت علی سبیل نیل العز و احیاء الحق. عین کلمات امیرالمؤمنین رو فرمود، عین کلمات امیرالمؤمنین. من در راه رسیدن به عزت چی آقا؟ مرگ اگر بیاد سراغم، عزت حاکمیته، العزت لله و لرسوله. عزت به این جایگاه برمیگرده. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله. دولت کریمه عزت آفرینه. دولت کریمه یعنی دولت خدا. لا اله الا الله. چقدر احمق بودن بعضیایی که به اون دولتی که میگفت قرآن باید بهش انتقاد کرد، دولتی که میگفت
به دولتی که میگفت باید اصلا معصوم نیست، ائمه معصوم نیستن، اصلا به اون دولت میگفتن دولت کریمه. تو تلویزیون هیئت‌های چند هزار نفری، بالای منبر عمامه به سر. عجیبه هیئت. اهانتی که به امام حسین شد تو دولت خاتمی، دولت 8 سال اصلاحات، هیچ وقت نشده بود توی مملکت ما. بعد میگن دولت کریمه است. تو عز به الاسلام و اهله، تو دل به النفاق و اهله، تجعلنا فیها من الدعات الی بگی طاعتک و القادة الی سبیلک. اصلا دولت اسلامی دولت عزت بخشه. چرا که طاعت خدا رو منجر میشه، مدیریت الهی رو منجر میشه و خدا فرموده. من عزیزم، در روایات مختلفم آمد، احادیث قدسی، انا ربکم العزیز، من رب شمام که عزیزم، عزتمندم، تبعیتم بکنید تا شما هم عزتمند بشید. اصلا دعوا سر تبعیت خداست، تبعیت حاکمیت حقه. قیمت رو نیاریم پایین در حد یک یزید شرابخواره چه و چه و چه. میفرماد لیس الموت فی سبیل العز الا حیاتا خالده و لیست الحیات مع الذل الا الموت الذی لا حیات معه و هل تقدرون علی اکثر من قتلی. میفرماد امام حسین علیه السلام لیس الحیات مع الذل الا الموت الذی لا حیات معه. من حاضر باشم بیعت کنم با امام کفر، هیچ وقت زنده نخواهم شد. مرگیه که در پیش حیات نداره، مرگیه که در پیش حیات نداره. بعد میفرماد هل تقدرون علی اکثر من قتلی، شما بیشتر از کشتن من میتونید کاری بکنید؟ مرحبا بالقتل فی سبیل الله. به آخرش میخواد منو بکشید دیگه. به مرحبا، خوش آمد. قتل فی سبیل الله، فی سبیل الله یعنی قتل در راه ایجاد حاکمیت خدا. اصلا بحث ما جنگ و صلح نیست، بحث حاکمیت خداست. شما بیشتر از این که منو بکشید میتونید کاری بکنید. به این که خیلی خوبه. ولکنکم لا تقدرون علی هدم مجدی و محو عزی و شرفی فاذا لا والی بالقتل. شما منو میکشید، نهایتش اینه که منو میکشید. خب بکشید، ولی مجد و عز و عظمتمو نمیتونید، شرافتمو نمیتونید ازم بگیرید. گرفتن؟ تونستن بگیرن؟ پرچم حسین ابن علی امروز بالاست، همه در برابر عظمت کار حسین ابن علی و عظمت شخص حسین ابن علی همه متواضعن، حتی دشمنانش. لا تقدرون علی هدم مجدی و محو عزی و شرفی فاذا لا ابالی بالقتل. البته من از کشتن هم ابایی ندارم. بکشید. قسمت هایی را بخونم اگر از صحبت های حضرت ابوالفضل علیه السلام. یه صلوات بفرستین. خب اون صفحه بله.
ابوالفضل عباسی دفعی متوجه شد که اینها زیر احرامشون شمشیر بستن امام حسین رو بکشن. یه جایی میخوندم، البته این میخوندمش ماره شاید مثلا 15-20 سال پیش باشه، شاید توی نقل خبر یه کمی بالا پایین بگم، بعد دیگه خودتون تحقیق کنید اصلشو درارید. من واقعا نرسیدم این سفرهای هر روز ما تهران و قم و اینا دیگه دوباره برم مراجعه به تاریخ بکنم، لحظه ای وقتشو ندارم. حالا اصل داستانو در بیارید، ولی اجمالی که تو ذهنم مونده از تاریخ که مثلا 20 سال پیش خوندم اینه: حضرت ابوالفضل علیه السلام قبل از اینکه امام حسین حرکت کنن بیان بیرون از مکه، رفتن بالای خانه کعبه ایستادن، همین خانه کعبه، شروع کردن صحبت کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، این صحبت حضرت ابوالفضل. نافذ البصیر صلب الایمان. الحمدلله الذی شرف هذا بقدوم ابی. پس معلومه خبر درسته. شکر خدا که این کعبه‌ای که الان من بالای پشت بامش ایستادم اگر شرافت دارد قدم‌های پدر این حسین ابن علی ابن ابی طالب است. شرف هذا به قدوم ابیه، به قدم‌های این پدر این حسین ابن علی. من کان بالامس بیتا اصبح قبلتن. یه روز خانه ای بود شد قبله، کعبه با علی قبله شد. این ناظر به همون مطلبیه که موسی بن جعفر امام صادق کدوم بزرگوار بود داشتن طواف میکردن، آقا فرمود خب این طواف مثل دوران جاهلیته، این طواف که فایده نداره، بعد از طواف باید برن سراغ امام، تمام الحج لقول امام، باید برن سراغ امام، باید بیان سراغ ما. یعنی قبله شدن حقیقت تحقق حقیقت قبله وقتیه که شما تبعیت اولایت کنید و الا لبیک اللهم چه ارزشی داره؟ اطیع الله اطیع الرسول و اولی الامر. نمیتونی قطع کنی اینها رو. دیروز خانه ای بود این کعبه، اما اصبح قبلتن، با قدوم علی ابن ابی طالب شد قبله. ایها الکفرة الفجره. کی؟ همین حاجی‌ها. آره احرام بستن. ایها الکفرة الفجره اتصدون طریق البیت الامام البرره. شما مانع حج امام عالم شدید. من هو احق من سائر البریه و من هو ادنا به. چرا؟ چون دستور یزیده. کی حق داره حاکمیت این ملک اسلامی رو به عهده بگیره؟ کی از حسین محق تره؟ لولا حکم الله الجلیه و اسراره العلیه و اختباره البریه لطار البیت الیه قبل ان یمشی لدیه قد استسلم الناس حجره، قد استسلم الناس الحجر و الحجر یستسلم یدی ولو لم تکن مشیت مولای مجبولتا من مشیت الرحمن، من مشیت الرحمن یا مشی الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران. شما اومدید جلوی کسی رو گرفتید، اگر مردم سنگ حجر رو
استسلام میکنن، این حجره که استسلام میکنه دست حسین ابن علی رو. شما جلوی اینقدر علم کردید. اگر خواست خدا تحقق پیدا میکرد، اگر این امام به من اجازه میداد، مثل باز شکاری که دونه دونه گنجیش ها رو میگیره داغون میکنه نابودشون میکنه، من بر سر همه تون فرود میامدم دونه 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 تون به قتل میرسوندم. قصد قتل حسین ابن علی کردید؟ اتخون قوما یلعب بالموت فی الطفولیه فکیف کان فی الرجولیه. شما ماری رو از مرگ میترسونید که ما تو بچگیمون مرگ رو به بازی گرفته بودیم، حالا که شدیم مرد. قابل توجه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران. بچه‌های ما از طفولیت باید مرگ رو به بازی بگیرن. پروتکل اختیاری برای ما لایحه میکنید. پرانتز رو ببندید تمامش کنیم بره. ابوالفضل عباس میفرماد ما رو از مرگی میترسانید که ما بچه بودیم ملعبمون مرگ بود، الان که دیگه مرد شدیم. ولفدیت بالحامات لسید البریات دون الحیوانات حیات فانظروا ثم انظروا من شارب الخمر و ممن صاحب الحوض والکوثر و ممن فی بیته الوحی و القرآن و ممن فی بیته اللهوات و الدنسات و ممن فی بیته التطهیر و الآیات و انتم وقعتم فی الغلطة التي قد وقعت فیها القریش. غلط زیادی کردید شما، غلط زیادی که قریش قبل از شما کرد. مقایسه میکنید کیو با کی، حرف کیو میبرید؟ کسی که تو خانش لهو و لعب و ساز و آواز و کثافات یزید، با کسی که تو خانش محبت وحی قرآن آیات. کسی که صاحب حوض کوثر، با کسی که شارب الخمر. تو یه جایگاه قرار دادید. جانم فدای تو یا ابوالفضل، فدای ادبیاتت. انتم وقعتم فی الغلطة التي قد وقعت فیها القریش لانهم ارادوا قتل رسول الله صلی الله علیه و آله. انتم تريدون قتل ابن بنت نبیکم ولا يمكن لهم ما دام امیر المؤمنین حیا و کیف يمكن لكم قتل ابی عبدالله ما دمت حیا سلیلا. شما غلط زیادی کردید که قریش این کار رو انجام داد. کمر به قتل پیغمبر بست، رفتن همه قبائل رو جمع کردن، گفتن میکشیم و موفق نشدن پیغمبر رو بکشن. چرا؟ مادامی که علی حی بود، این همه پیغمبر جنگ کرد نتونستن پیغمبر اکرم رو بکشن. میفرماد غلط زیادی کردید. شما هم امروز اومدید فرزند رسول الله رو بکشید، غافل از این که مادامی که ابوالفضل زنده است نخواهید توانست این کار رو بکنید. همانطور که علی زنده بود کسی نتوانست پیغمبر رو بکشه، در جنگ ها به شهادت برسانه. مادام تو حیا، مادامی که من زنده هستم. راست گفت عباس. وقتی حسین کشته شد که عباسی نبود،
وقتی حسین کشته شد که عباسی نبود. کیف یمکن لکم قتل ابی عبدالله الحسین ما دمت حیا سلیلا. تعالوا بیایید، تعالوا اخبرکم بسبیله بادروا قتلی و اضربوا عنقی لیحصل مرادکم. بیایید منو بکشید. اراده کردید قتل حسین، بیایید منو بکشید. بیایید با شمشیرهاتون به من حمله کنید تا به مرادتون برسید. لا بلغ الله مدارکم و بددا امارکم و اولادکم و لعن الله علیکم و علی اجدادکم. خدا شما رو به مقصودتون نرسونه. خدا عمر شما و بچه هاتون رو کوتاه کنه. لعنت خدا بر شما و بر پدران شما. این خطبه ابوالفضل. شمشیرها رو در قلا فرو برد. خدا نگرت داره عباس برای حسین. تو صاحب لوای منی، تو علمدار من. چقدر بچه ها خوشحال میشن وقتی تو خیمه ها عباس هست. چقدر خیال همه راحته وقتی نگهبان خیمه ها عباسه. و چقدر خیمه ها آشفته است وقتی عباس نیست. چقدر بچه ها نگرانن وقتی عباس نیست. عباس که نیست شامم آمدن، بازار شامم بردن. عباس نیست. کوچه‌گردی عیبی نداره، اسیریه و کوچه‌گردیش. اما نوشتن دم مسجد اموی مردم میرن نماز پشت یزید نماز میخونن، جمعیت زیاد. شما الانم برید چند هزار نفر جا میشن. یه سکو گذاشته، اهل بیت عصمت و طهارت رو روی سکو گذاشته. هر کی میخواد بره نماز بخونه اینها رو اول تماشا کنه، اول تماشا کنه بعد بره. ابوالفضل نیست، جای ابوالفضل خالیه. جای ابوالفضل خالی.